طرح توطئه لبخند سبز که اختصاص داره به رفسنجانی، خانواده‌اش، فائزه رفسنجانی که میلیون ها دلار در عرض این چند مدت به خصوص در خود لس آنجلس خرج کرده، طرحی است برای رسوندن خانواده رفسنجانی بر سر قدرت به طور کامل و مشخص و بچه‌های رفسنجانی بشن جای در واقع مجتبی خامنه‌ای رو بگیرن، به جای مجتبی بتونن هم ریاست جمهوری بیارن ببرن، هر کاری که دیگه دلشون میخواد، با توافق کشورهای غربی و اروپایی. این بار برای اولین بار با توافق کشورهای اروپایی و غربی. من برای اینکه بهتون نشون بدم موسوی ها، سبز ها چه کاری انجام دادن، میخوام ببرمتون به سالهای پیش، به 28 سال پیش. طرح عملیاتی نوژه یا روز رستاخیزی که من ازش نام میبرم این گونه بود که بتونن بلند بشن با هواپیماهاشون و قسمت‌های خیلی حساس حکومت اسلامی در همون سالهای اول بزنن. در سال 1359 تیر 1359 دقیقاً 2 ماه قبل از شروع وقوع جنگ، ولی عملیاتشون از طرف ستون پنجم لو رفته بود از همون اوایل و اینها باقی مانده افراد سلحشور و ایرانی بودند که خمینی و افرادش و همین آقای موسوی ها نمیتونستن به راحتی این افراد رو بکشن، میبایست بهانه‌ای دست اینها میدادن، چرا که خمینی اعتقاد داشت اینها سرود شاهنشاهی خوندن و اعتقاد به اون آب و خاک، در واقع اعتقاد به حکومت اسلامی ندارن، یک جوری باید ارتش جایگزین پیدا بکنن که از همون اوایل شروع کردن ساختن کمیته ها و بعد چون کمیته ها به خصوص در شهر تهران چیزی حدود مثلا 10,000 نفر 15,000 نفر بیش نبودن، سعی کردن این رو به صورت یک سپاه در بیارن. سپاهی که امروز شما دارید میبینید، سپاه پاسداران، این برنامه ریزیش از همون روزا ریخته شد که بتونن جایگزینی بکنن با ارتش ایران. ارتش ایران برای ایرانی کار میکرد، برای اون آب و خاک کار میکرد و برای نظامش کار میکرد، قسم خورده بود تا پای جان هم ایستاد. اما متاسفانه چه کوچکترین چه بزرگترین افراد سیاسی حال حاضرم یک واژه در رابطه با اصل نوژه، اصل 18 تیر نام نمیبرند. چه کسانی تا به امروز برای من ایرانی جان باختن این وظیفه من هست بگم به عنوان ایرانی که 18 تیر رو به حساب دانشجویان نگذارید. دانشجویان سالهای بعد به خیابونها ریختن و اون واقع در 10 سال پیش حدوداً به وجود اومد. اما قبل از اون ما 18 تیر مهمتری داشتیم که از یاد رفته، یک خطم راجبش نوشته نمیشه. چه بزرگانی ما از دست دادیم، چه شرافتمندانی از دست دادیم که حتی یک موشون در لس آنجلس دیده نمیشه. یک موی این افراد در لس آنجلس ندیدم. واقعیت رو بهتون میگم. بریم نگاه بکنیم به روزهای گذشته. این تصویری رو که میبینید، این تصویر پیکر یکی از سلحشورترین فرزندان ایران زمینه که تا لحظه آخر ایستادگی کرد و با احترام با خائنین به ملت ایران از قبیل موسوی ها، رفسنجانی ها، خلخالی ها و بقیه ایستادگی کرد و صحبت کرد. حرف خودش رو زد. کتف این نازنین رو همونطور که میبینید توسط شمشیر قطع کردند. همین جایی که شما دارید میبینید در کمتر از 24 ساعت بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند آقای موسوی، فرزند خمینی، یار دست راست خمینی و همین خامنه‌ای که الان شما میبینید در اون بالای منبر نشسته و داره روزه میخونه براتون، اینها سران ارتش رو گرفتند. در کمتر از 24 ساعت امثال موسوی ها اونجا نماز خوندن، نماز خون خوندن، گفتن این خون مبارکه و باید روش نماز خونده بشه. کتف
ایشون رو از اون بالا با شمشیر قطع کردند، چرا که ایشون سلام نظامی به ارتش ایران و پادشاهش داده بود، یک فرد وطن پرست بود و قبل از اینکه بخوان اعدامشون بکنن این کار رو باهاشون کردن و بعد اعدام به صورت فقط یک تیر توی قلب یا یک تیر در سر انجام نشد. اول شکنجه با کتک، سلاخی کردن این افراد و زدن چاقو به بدن و سر و چشم این افراد و بریدن دست و پا. این کاری بودش که آقای موسوی و سبزپوشان در اون زمان انجام دادن و بالای پشت بام ایستادن و نماز خواندن. عکس هاشون هم برای امامشون بردن که آقا ما این کار رو به بهترین وجه انجام دادیم. همین سبز هایی که الان در ایران میبینید، امثال آقای موسوی میاد راجع به سبز صحبت میکنه و خانومش. بریم به یک قسمت دیگه نگاه بکنیم از 18 تیر و بقیه افرادی که امثال سبزپوش‌ها در اوایل حکومت اسلامی به قتل رسوندند. من میخوام ببینم یک کدوم از این کسانی که سبز به خودش میبنده و آقای موسوی میکنه بیاد به من جواب بده. خون پاک این عزیزانی که پخشش بکنید، من روش حرف میزنم عزیزان. خون این عزیزان چه میشود؟ چه کسی است که بیاد خون این افراد رو برای ما توضیح بده که چه شد؟ آقایی که سبز میبندی به خودت، اینها نشاطها، رحیمیها، اینها کسانی بودند که ایستادگی کردند در اون دوران و موسوی ها روی جنازه اینها نماز خواند. این 18 تیر هست. آیا کسی میتونه جواب پس بده؟ آیا طرفداران آقای موسوی کماکان میگن آقا حرف نزنید چون الان موقعش نیست؟ هنوز بعد 30 سال ما نباید بگیم کی جنایتکاره؟ موقعش کیه؟ 50 سال دیگه؟